سلام به شنونده های خانه پادکست. در این پادکست میپردازیم به معرفی داستان کوتاه اتاق شماره 6 نوشته آنتوان چخوف. این داستان یکی از آثار برجسته ادبیات روسیه است که به یک شکل ژرف و تکان دهنده به موضوعات جنون، بی‌عدالتی، فلسفه و پوچی زندگی میپردازه. من ابتدا خلاصه داستان رو براتون بیان میکنم. داستان توی شهر کوچیک روسیه میگذره، جایی که یه آسایشگاه روانی قدیمی و فرسوده وجود داره. توی این آسایشگاه اتاق شماره 6 محل نگهداری بیمارای روانیه، یه جای متروک و غم‌انگیز با شرایط اسفبار. یکی از بیمارای این اتاق اسمش ایوان دیمیتریش گروموفه، مردی روشنفکر و تحصیل کرده که به خاطر اندیشه‌ها و رفتارهای متفاوتش دیوانه قلمداد شده و در این اتاق نگهداری میشه. اون دیدگاه فلسفی عمیقی داره و با نظام فاسد جامعه مخالفت میکنه. از طرف دیگه ما دکتر راگین رو داریم که پزشک بیمارستانه. اون یه مرد منفعل، منزوی و بی‌تفاوته که زمانی به فلسفه و حقیقت علاقمند بوده، اما به مرور دچار نوعی بی‌عملی و بی‌تفاوتی نسبت به درد و رنج اطرافیانش شده. با گذشت زمان دکتر راگین با گروموف آشنا میشه و گفتگوهای اونها آغاز میشه. این مباحث فلسفی و انسانی تأثیر عمیقی بر دکتر میذاره. اون کم کم به رنج انسانها، نابرابری و پوچی زندگی پی میبره، اما چون هیچ وقت اهل عمل نبوده، این آگاهی اون رو میبره به ورطه فروپاشی ذهنی. در نهایت به دلایل مختلف دکتر راگین هم به عنوان بیمار روانی در همون اتاق شماره 6 بستری میشه، جایی که زمانی خودش از بیرون به اون نگاه میکرده. اون در اونجا به سرعت دچار رنج جسمی و روانی میشه و پس از مدتی میمیره. در مورد پیام و مضمون داستان میشه گفت که داستان اتاق شماره 6 یه نقد عمیق و تلخه بر بی‌عدالتی اجتماعی و پزشکی، مرز بین جنون و عقل، سکوت روشنفکران در برابر ظلم و سیستم‌های بسته و غیر انسانی. چخوف میاد با یه زبان ساده و نگاه فلسفی خواننده رو به تأمل درباره معنای زندگی، مسئولیت پذیری و نقش انسان در برابر رنج دیگران دعوت میکنه. این داستان رو میشه از ابعاد مختلف نگاه کرد، از بعد روانشناختی، فلسفی و اجتماعی. برای مثال در بعد روانشناختی میشه گفت که در این داستان چخوف مرز بین سلامت روان و جنون رو به چالش میکشه. شخصیت‌ها رو میشه از منظر روانشناسی به این صورت بررسی کرد که دکتر راگین در ابتدای شخصیت آرام، عقلگرا و بی‌تفاوته. به جای همدلی با رنج بیماران، اونها رو با نگاهی علمی و بی‌احساس بررسی میکنه. اما با آشنایی با گروموف در درونش نوعی بحران هویت و آگاهی شکل میگیره. این رو میفهمه که بی‌تفاوتیش نه فلسفی بلکه نوعی گریز روانی از رنج زندگی بوده. وقتی نظام اجتماعی علیه اون میشه، اون هم قربانی همون سیستمی میشه که روزی با اون همکاری میکرده. در نهایت وارد فروپاشی روانی میشه و این نشانه شکنندگی روان انسان در برابر فشار اجتماعی و درونیه. گروموف هم به ظاهر دیوانه است، اما نوعی شفافیت ذهنی و هوشیاری فلسفی در اون وجود داره. اون به جای اینکه بیمار روانی باشه، بیشتر قربانی برداشت‌های محدود و کلیشه‌ای جامعه از عقل و جنونه. در واقع گروموف نماینده انسانیه که در برابر پوچی، نابرابری و ستم ایستادگی کرده و همین ایستادگی باعث حذف اون شده. از منظر فلسفی این داستان سرشار از پرسش‌های فلسفی درباره هستی، رنج، آزادی، حقیقت و مسئولیت فردیه. مرز بین عقل و جنون. چخوف میپرسه چه کسی واقعا دیوانه است؟ گروموفی که با بی‌عدالتی نمیسازه یا جامعه‌ای که بی‌عدالتی رو نهادینه کرده؟ این پارادوکس نقدی بر نسبی بودن عقلانیت در جامعه است. در مورد بی‌تفاوتی فلسفی، دکتر راگین نمونه‌ای از فیلسوفیه که به تفکر بدون مسئولیت عملی گرفتار شده. اون از درد بشر آگاهه، اما چون کاری نمی‌کنه، در نهایت خودش هم قربانی همون رنج میشه.
این نکته در واقع نقد فلسفه صرفاً ذهنی و دور از زندگی واقعیه. همچنین در مورد مفهوم آزادی، در سراسر این داستان ایده آزادی ذهن در بند بدن یا سیستم مطرح میشه. گروموف با وجود در بند بودن ذهن آزادی داره، اما دکتر راگین آزاده، اما زندانی جهل، انفعال و ساختارهای اجتماعیه. اگه بخوایم داستان رو از بعد اجتماعی نگاه کنیم، میشه گفت که نقدی تند بر نظام‌های پزشکی، قضایی و اجتماعی روسیه تزاریه. وضعیت بیماران روانی رو نشون میده. چخوف به عنوان پزشک با نگاهی از درون به وضعیت ناگوار و غیر انسانی بیماران روانی در آسایشگاه‌ها میپردازه. اتاق شماره 6 نماد انزوا، نادیده گرفتن و دفن انسانیته. همچنین در مورد سازوکار سرکوب روشنفکران، گروموف تنها به دلیل داشتن دیدگاه‌های متفاوت به عنوان دیوانه معرفی شده. این یادآور سیستمی که هر صدای متفاوتی رو با برچسب جنون خاموش میکنه. سرنوشت دکتر راگین هم این امر رو تایید میکنه. مسئله دیگه فساد و انفعال جمعیه. بقیه کارکنان بیمارستان مثل اندیشه‌های مسلط جامعه بی تفاوت، فاسد یا ترسو هستن. این جامعه‌ایه که فقدان شجاعت اخلاقی و انسانی داره. اونها نه حقیقت رو میبینن و نه اقدامی میکنن. به طور کلی میتونیم بگیم که اتاق شماره 6 یه داستان تلخ و آینه‌ای صادقانه است از روان انسانی سرگشته بین حقیقت و ترس. فلسفه‌ای که اگه بدون کنش بمونه بیفایده و حتی خطرناک میشه. جامعه‌ای که با حذف صدای مخالف آرامش ساختگیش رو حفظ میکنه. چخوف با نبوغ بی‌نظیرش نشون میده که چطور عقل و جنون، آزادی و زندان و آگاهی و انفعال گاهی فقط به اندازه یه دیوار فاصله دارن. دیوار اتاق شماره 6. در انتهای این پادکست میخوام جملات زیبا و منتخبی از اتاق شماره 6 رو براتون بخونم. رنج را باید با آرامش پذیرفت. رنج بخش جدایی ناپذیر از زندگی است. آدمی فقط آنگاه زنده است که به درد دیگری اهمیت بدهد، وگرنه مرده‌ای متحرک بیش نیست. گاهی دیوانگان تنها کسانی اند که حقیقت را می‌فهمند.